دیگر گفتند که مرد روزه میگیرد ولی شب زنا میکند، این چی میشود؟ و یا عکس های عریان تماشا میکند، اگر جنابت شود آیا کفارت میدهد یا روزش قرض میگیرد؟ برادران عزیز و گرامی، برای همین نفری که روز روزدار باشد و شب زنا کند، روز روزدار باشد و شب با نوشابه های سپیرتی مقصد روزش کشاید، روز روزدار باشد و شبی دراز مقصد با تلفن همان زنهای لوچ تماشا کند، بهترش همین است که این آدم روزه نگیرد. یا اگر آدمی نمازخوان هم که باشد، بهترش همین است که این آدم نماز دیگر نخواند، زیرا این را در کتاب ها همچون مسخره در دین میگن. برای همین این سوال برادر عزیز جوابش همین است که شریعت همین را میگه